سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیوی دیگه از بازی سرزمین وحشی بقا. امروز اومدیم که یکی از این ایونت هایی که جدیداً به بازی اضافه شده به نام تهدید سرورتون که چند بخش داره. از اینکه راهزنا حمله میکنن و باید راهزنا رو بکشیم و اینکه اسباب به سرقت میره و باید این اسباب رو نجات بدیم. حالا امروز این اسباب به سرقت رفتن از طرف راهزنا و ما باید نجاتش. اینجا این از فروشه میاد یه جوایزی برای شما در نظر میگیره برای اینکه برید 3 تا اسب رو نجات بدید. معمولا این جایزه زین و رکاب و نر هست که نرش خیلی خوبه از نظر من، ولی خب الان امروز نر به ما نداد بلکه به همون کتاب داد برای خودش، کتاب حماسی. خب اینا رو هم که بزنیم اسب اونجا بایستاده و بریم نجاتش بدیم. آبودگر رو غیر قانونی زدیم و اسب اینجا وایساده ایناش ما باید بریم نجاتش بدیم و بره. یکیش آزاد شد، 2 تا دیگه مونده که اون 2 تا رو باید آزاد کنه. کار خیلی سختی. من الان خودم با وسایل خیلی معمولی اومدم، با وسایلی اومدم که میرفتم مأموریت های رده 5 رو حل میکردم و با همون وسایل پاشدم اومدم اینجا و راحت میتونم ردشون کنم. شما اگر در هر ردی هستید همین کار انجام بدید. بچه این سیلورتون و این نجات اسباب، مخصوصا اسباب، یک باگ خیلی بزرگ داره که در ادامه با هم میبینیمش. این چه هم لوت کنیم، خیلی لوت خوبی نمیده، اما این مدت زمان این ایونت 24 ساعت مذکنانی من ردشم به مدت زمان این ایونت 24 ساعت. پس شما اگر نرید ایونت رو انجام بدید دقیقاً 24 ساعت نمیتونید مأموریتاتون رو برید جوایزش دریافت کنید. چرا؟ چون ایونت هستش. اگر بتونم از پشت اینا برم دنبال اون اسب خیلی خوب میشه. همه زوایا رو پر کردن. حمله با اینا رو بکنم راحت زدنشون خیلی کار سخت بود. من خیلی ها دیگه بودم که گفتن اینجا خیلی سخته و فلان و از این حرفا، ولی نه راحته. و بچه باگش دقیقا اینجاست. شما اگر از روبرو برید به این همه حجم از راهزن برخورد میکنید، اما بیاید اگر از پشت سر برید فقط چند تا راه 4 تا راهزن روبروتون سبز میشه و اون اسب رو میتونید نجات بدید. حالا ببینید بدون کشتن راهزناش میشه؟ نه، باید حتما راهزن‌ها کشته بشن تا اون اسب بشه بتونید نجاتش بدید. و این واقعا نسبتا کار سختی نمیریم. خب انا اسب رو نجات بدیم، نه با اون راهزن‌ها درگیر میشیم نه چیز دیگه. باید راهزن‌ها کنارش دور بشن تا بشه نجاتش داد. خب این پسر رو لطف کنید. الان که این 3 تا اسب رفت همه راهزن‌ها بهمون حمله میکنن. خب این مهم نیست، شما الان صفحه بازی کلا بسته میشه و ما تو سیلورتون سبز میشیم. آره من یه دونه ستاره غربم حل کرده بودم، به خاطر این ایونت نمیتونستم برم جوایزش بگیرم. اومدم این ایونت رو زدم، حالا بریم جوایز ستاره غربم بگیریم و خدا نگهدار. این هم جوایز ستاره غرب تموم شد. بچه‌ها دستتون در نکنه که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر دوستش داشتید لایک کنید. مرسی، خدا نگهدار.